پوتک هم عصبانی اومده تو تلگرام فوشو کشیده با آدم دروغگو. اخبار و حواشی رپ فارسی از دیس‌های کوروش فانتونز در آلبوم هوملون به پوریا پوتک، سهراب MJ و کچی بیتس تا عصبانیت پوتک در خصوص دروغ‌ها و اتفاقات اخیر رو قرار تو این ویدیو بهش بپردازیم. بکس خوش اومدید به کانال حسین پیر. سلطان هایپ ایران خودتی کوروش فانتونز. شرکت هایپ یه قرارداد باید باهات ببنده. تقریبا قبل از ریلیز آلبوم هر یه ساعت یه خبر از کوروش فانتونز داشتیم، از اظهار نظرهایی که میکرد گرفته تا دموی آهنگ ها. احتمالاً در جریان اختلافات بین کوروش فانتونز و پوریا پوتک هستید. بعد از بی‌پاسخ موندن درخواست پوریا پوتک از کوروش فانتونز برای حضور در آلبوم شاخ قرمز و تیکه‌هایی که هر از گاهی در آهنگ‌ها و تلگرام، البته بیشتر از سمت کوروش، رد و بدل می‌شد، کوروش در آهنگ TDK تنها در خانه، یکی از آهنگ‌های آلبوم اخیرش، با اشاره به فیت تراویس اسکات و پوریا پوتک و پستی که در مورد موزیک ویدئویی مورد انتظار امیری در تلگرام منتشر کرد، مجدد به حواشی بین خودش و پوتک دامن زد. منو دیگه نمیگیره کنبیس، رو خط عمرم بیام مثل فیت تراویس. ای وای. در ادامه کوروش تیکه‌ای به سهراب MJ و اشاره‌ای به شایعات وصل بودن MJ کرد. آشنایی با مثل ماهی با قلو، چون منو رفت مثل سپاهین با که واکنش MJ رو در تلگرام به همراه داشت. البته این پست بعد از چند ساعت پاک شد و کوروش در تلگرامش نوشت چرا به خودت میگیری. همچنین در ترک شاتی یا شاری، همکاری کوروش، آرتا، ویناک و هیپاپولوژیست که تا این لحظه بیش از 500,000 پلی در سانکلاد رو گذرونده، شباهتی که پانچ لاین یوتیوب رتا در ورس آرتا بگو خوب داره تو حودت چند تا که اینجا کتا بازه تو یوتیوب رتا و استوری و شیطنتی که کوروش در اینستاگرام با تغییر رتا به زتا انجام داد، باعث شد خشی آرتا رو در اینستاگرام آنفالو کنه و ارتباط خشی با بچهای وانتونز به طور کامل قطع بشه. همچنین در ترک ونیش، کوروش اشاره‌ای به ترک موفق رنجو از کچی بیتس داشت. منو دوستم جانم میشیم تو بنزا، خیالی نمیگم بکشم بیرون رنجا لنگو لنگو ببن فلنگو لنگو رنجو جا نمیشیم ما تو پنتو. بکس وانتونز با کچی بیتس آهنگای موفقی مثل افتر، یه بارم من و اراده کن رو در کارنامه‌شون دارن. یه بارم در لایوی که کوروش با حضور سپر خلسه زمانی که در دبی بودن گذاشتن، قرار بود به وساطت سپی خلس کوروش و کچی با هم آشتی کنن که متاسفانه به نتیجه‌ای نرسید. آلبوم هوملون از کوروش فانتونز با 20 ترک همکنون در تمام پلتفرم‌ها در دسترسه. لطفاً از تلگرام گوش نکنید، میتونید از روی سانکلاد، اسپاتیفای، RJ، هر چه که برای شما راحت تره. طبق گفته کوروش آلبوم چند تا موزیک ویدیو هم داره که به زودی برای یوتیوب آپلود میشه. نظرتون رو راجع به این آلبوم برام تو کامنت ها بنویسید. در ادامه راجع به عصبانیت پوریا پوتک در خصوص اتفاقات اخیر صحبت میکنیم. اگه تا اینجا ویدیو برات جالب بود حتما یه لایک به ویدیو بده و اگه دوست داری راجع به رپ فارسی بیشتر بدونی حتما کانال من رو سابسکرایب داشته باش. بهزاد ریتو، سیجل و سمی بیگی بعد از مدت‌ها در استودیو مشغول ضبط آهنگ جدید. آخرین همکاری این سه آرتیست برمیگرده به چند سال پیش در ترک فوق‌العاده. بین ما فوق‌العاده بود، همه چی رک و ساده بود. یکی از ترک‌های موفق رپ فارسی، یه جورایی پای ثابت کنسرت‌های بچه‌ها. چند وقت پیش در جریان یکی از اجراها بزیله، سیجل و سمی بیگی دیدار مجددی رو با هم داشتن که احتمال میره استارت این همکاری از همون موقع زده شده. حالا مشخص نیست که قرار سینگل منتشر بشه یا قراره بره تو آلبوم سروتونین سیجل که آخر فروردین قرار بیاد، یا بره تو آلبوم اسپایسی بزیله که احتمالاً آخرای خرداد یا تابستون قراره بشنویمش. سوالی که پیش میاد اینه که بعد از موفقیتی که ترک فوق‌العاده به همراه داشت، چرا انقدر طول کشید دوباره این سه نفر رو کنار هم ببینیم؟ اگه شما هم مثل من منتظر این آهنگین تو کامنت ها بنویسید.
چرسی و 021 کید مجددا همو تو اینستاگرام فالو کردن. یه سری اختلافات کوچیکی بینشون پیش اومده بود که ظاهرا حل شده. یه پستم تو تلگرام با محتوای 2 ایموجی گذاشتن که احتمال همکاری مجدد این 2 آرتیست رو قوت میبخشه. چرسی و 021 در گذشته در آهنگ اسلپ همکاری موفقی رو داشتن. مانی اسلپینگ هانی اسلپینگ دیریل فارسو اسلپینگ. یه دمو هم چرسی از آهنگ جدیدش در اینستاگرام منتشر کرده که در ادامه میشنویم. چرسی یه خورده از اون فضای رپ فاصله گرفته و یه سری کارهای متفاوت‌تر و پاپیولارتر انجام میده. یه درگیری هم بین دریک و کندریک لامار پیش اومده که کانیه وست هم با یه پست وارد این بیف شده. 021 هم که سابقه درخشانی در این زمینه داره، نمونهش همین بیف اخیر بین شاپور و پوری. یزید اومده استوری گذاشته کانیه این 021 بازی‌ها چیه؟ چند وقت پیش هم تو یکی از ویدیوهای یوتیوبش به میم هایی که راجع به وارد شدنش به بیف شاپور و پوری ساخته شدن ریاکت رفته بود. یانگ سادون و دوست دخترش که در تعطیلات و عشق و حال به سر میبرن یه استوری از رد شدن آقای با یه تتو بحث برانگیز تو اینستاگرامش منتشر کرده که بهتری چیزی نگم، خودتون ببینید. تتو داشتم که پشت من رد شد، امیدوارم تو ویدیو افتاده باشه بچه. سوگند و هلیا دوست دختر کوروش فانتونز اخیراً خیلی با هم رفیق شدن. در جریان کنسرت سوگند در آنتالیا یه ویدیو از گیر کردن سوگند، زخمی و هلیا در آسانسور منتشر شد که در ادامه میبینید. شخصی در توییتر نظر سروش هیچکس رو در خصوص بازی کردن حمید صفت در سریال 7 سر اژدها پرسیده. که سروش در پاسخ گفته خاک تو سرش، که این رشته توییت چند تایی هم ادامه پیدا کرد. نظرتون راجع به حضور رپرها در این عرصه چیه؟ تو کامنت ها بنویسید. مدتی موج منفی برای پوریا پوتک راه افتاده. فردی ادعا کرده اون 10 میلیونی که قرار بود ماهیانه به اون خواهر و برادر دست فروش بده رو نداده و فقط همون 2 آیفون 13 بود که فیلم اهدا شدنش رو احتمالاً دیدید. سلام آقا پوریا، خسته نباشی. مرسی از لطفت، گوشی‌ها به دستمون رسید. خیلی آقای پوتک هم عصبانی اومده تو تلگرام فوشو کشیده با آدم دروغگو. ننه آدم دروغگو تو آبجی آدم دروغگو، که البته چند دقیقه بعد این وایس رو پاک کرده. گفت یه قهوه خوردم و آروم شدم و در ادامه نوشت اون آقایی که داره اینا رو میگه و همچین ادعایی میکنه بره از پدر و مادر این بچه‌ها بپرسه. من قول داده بودم که واکنشی نسبت به حواشی و دیس و این مسائل نشون ندم. اینم صرفا به خاطر فنام و احساسی بودن این موضوع گفتم. خب راستم میگه، آدم که نباید هر موقع کار خیری انجام میده بیاد اعلام کنه، رسید نشون بده یا هر چیزی. بعضی از دوستانم کم لطفی میکنن. کلا از کسی نباید انتظاری داشت. اگرم کسی کاری انجام میده از روی لطف و محبت و انسانیتشه، وگرنه که هیچ وظیفه‌ای آدم نسبت به کس دیگه‌ای نداره. احساس میکنم دوستان یه خورده بیش از حد دارن به بدقولی و این داستانای پوریا پوتک میپردازن. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. کامنت انگلیسی بذارید برعکس ساباتون نریزه. یه ویدیو میذارم این بغل، اینم حتما تماشا کنید.